بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم بنده های خوب خدا، همنشینای نازنین، مهربان، دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، در پناه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. زندگی و ساعات و دقایق خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، از این به بعد هم بهتر از قبل، با کیفیت تر از قبل، الهی تر از قبل انشاءالله. خدا کنه اینجا به شما خوش بگذره و برنامه به دلتون بنشینه و به چشماتون هم بیاد. با این امید و آرزوهای قشنگ از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه خودتون یاد خدا رو همراهی بفرمایید. یاد خدایی که همچنان مهمان امامزاده موسی مبرقه هست در 40 اختران شهر مقدس قم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میدونین سه شنبه است، مهمان عزیز ما که صاحبخونه هستن خودشون استاد ملکی هستن که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم. علیکم السلام. مخلصیم. متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محسن استرالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام. مخلصیم، سلامت باشین، خدمت از ماست. خب اگه خاطر شریفتون باشه ما بحث سیره نبوی صلوات الله علیه و آله رو شروع کردیم از سه شنبه گذشته محضر استاد ملکی نازنین و راجع به اهمیت این بحث نکاتی رو فرمودن. ضرورت الگو برداری از سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام که قرآن کریم ایشان رو الگو معرفی کردن. نکاتی رو در این باره فرمودن درباره محجوریت پیامبر و قرآن کریم. سوالی مطرح کردن، پاسخ دادن که این فاصله 1400 سال رو تبیین کردن که چطور ما میتونیم همین الان در واقع کمک بکنیم به این موضوع که قرآن و اهل بیت از محجوریت خارج بشن. سوال جدیدی با توجه به فرمایشات هفته گذشته شما برای من پیش اومد، اگه صلاح بدونین و ابتدا تو مدخل گفتگو عرض بکنم، بعد هر جور صلاح دونستین ادامه بدیم. اون اینه که خیلی ها میگن که آقا شمایی که میگین ما از پیامبر الگو بگیریم، پیامبر یک موجود یا یک وجود ماورایی بوده، بالاخره ایشان برگزیده خدا بوده، توسط خود خدا شاید مثلا اداره میشده، مدیریت میشده، پرورش داده میشده و اینها، و یک موجود فوق طبیعی بودن، در اوج بودن، سید الانبیا بودن، رحمتا للعالمین بودن به تعبیر قرآن و اینها. شما میگین که ما الان از ایشان الگو بگیریم تو زندگی های امروزمون، این اصلا مگه میشه؟ این فاصله اصلا وصل نشدنیه. به قول مولانا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اصلا سراغش نرو. بالاخره یک وجود مقدسی هستن، شما تقدیس و اینها داشته باشیم و حالا همین در همین حد و دیگه این عملی خیلی نمیتونه باشه. شما برای این سوال و شبهه چه پاسخ؟ بله، گاهی حال یه شعری، یک نثری که خوب تبیین نمیشه، شاید اصلا مولوی از این شعر یه مراد دیگری داشته، ولی این الان شده یک ضرب المثل که ولی حال کار خوبان را، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اون پاکان اونا در عرشن. بله، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ما اصلا دستمون نمیرسه اون بالا، 50 متر ما اینجاییم. خب این یکی از اون خسارت هایی است که به بشر وارد کرده، یعنی یه جمله ای که بد استفاده شده یا یک جمله یا نثری، شعری که خوب گفته نشده، یعنی چند منظوره است، یعنی هر کسی یه برداشتی میکنه. این یک نکته. نکته دوم، آدم ها هم نسبت به هم گذشته هم نسبت به آینده تقسیم به دو قسم میشن. یک گروه از افراد هستن که دوست دارن همه چیز را جزئی و شفاف ببینن، چه نسبت به گذشته چه نسبت به آینده. بعضیا دوست دارن کلا همه چیز را مبهم و کلی ببینن. این نکته‌ای که الان شما اشاره کردید عمدتاً اونهایی که این خصلت رو دارن خیلی میپسندن. آره، یعنی یه پیامبری که حاله از مثلا نور دور اون رو گرفته و اصلا قابل نزدیک شدن نیست، همین این اندازه.
ما معتقدیم بله حاله از نور مجسم از پیامبر. بله. ولی خود پیامبر میفهمد که انا بشرون مثلکم، من مثل شما هستم. یمشی فی الاسواق، تو کوچه میره، تو بازار میره، خرید میکنه و زندگی میکنه، ازدواج میکنه، بچه داره، بچه هاش از دنیا میرن، گریه میکنه، بعد میگن چرا گریه میکنی؟ میگه خود چون دلم میسوزه، اشک از چشمم جد. همه انسان بوده پیامبر، همه اقتضاعات که انسان‌های دیگه دارن نشون. به خاطر همینم مشرکین یکی از علتایی که پیامبر و پیامبری قبول نداشتن میگفتن خود تو که مثل ما چرا باید اصلا به چه دلیل باید تو رو با من پیامبر قبول داشته باشی؟ چرا اصلا خداوند فرشته نفرستاد که بشه پیامبر؟ که یه چیز خاصی باشه. خودتون مثل ما زندگی کردی، پدرت معلوم، مادرت معلوم، زندگیت معلوم، کوچت معلوم، محلی که به دنیا آمدی معلوم، با ما زندگی کردی، با ما رفتار کردی. ما یک دفعه شما آمدی میگی که من پیامبرم، خب اینا زیر بار نمیرفت. یا یکی از دیگه از علتاش میگفتن خود تو پول و پله نداری، خب پیامبر بعد مثلا اهل زر و زور و تزویر و از این چیزا باشه. تو آیات قرآن ها که طلا نداری تو اصلا، تو جواهر نداری تو اصلا، از اشراف نیستی. خب معلومه که اونها هم از پیامبر یه تلقی درستی نداشتن. خب خدای سبحان میخواد از جنس خود انسان ها، یعنی من انفسکم، از خود شماها میخوام یک کسی رو انتخاب بکنم که او بشه بعد اسوه شما، اون بعد بشه بعد الگوی شما بهش نگاه کنید، یاد بگیرید. خب اگر خدای سبحان پیامبر از جنس ما انتخاب نمیکرد که اصلا نمیشد الگو باشه. ما تازه اونجا اشکال جدی گرفته میشه، اون که مثل ما نیست که ما که مثل اون عمل کنه، اون فرشته است، اون فوق بشره. نه، اون بشره. پس این نکته که بعضی ها خیلی مایلن که پیامبر را جزئی نبینن، خیلی کلی و مبهم و دست نیافته. اهل بیت اسمت رو هم باز به همین شکل. این مثل هم به کمکشون میاد که بله میگن اونا خوب و پاکن، ما کجا اونها کجا، خلاصه تراب کجا، رب الارباب کجا، اینا اصلا نمیسازه با هم. در حالی که قرآن این همه تلاش میکنه که به همه انسان ها بگوید اون بشری است مثل شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اون اسوه حسنه، اسوه یعنی الگو. از حیث روانشناسی ببینید یکی از مهمترین عامل تعلیم و تربیت اسوه و الگوه، یعنی دیدنی نه شنیدنی. ببینه آدم. بعضیا این فوتبالیستا رو مثلا الگو خودشون قرار میدن، دوست دارن پیرنش بپوشن، لباسش بپوشن، کفشش بپوشن، حتی مثل اونم راه برن، چون علاقه و عشق آدم رو شبیه به اون میکنه. این نکته مهم. کسی که به کسی علاقه داشته باشه بدون که خودش بفهمه مثل اون راه میره، مثل اون میخنده. این عشق اینجوریست. همین هم هست که در روایت که کسی مثلا به سنگی عشق بورزه، علاقه داشته باشه، با او محشور میشه. آره تو روایت داریم. اگر پیامبر دوست داشته باشه با پیامبر محشور میشه. اللهم ارزون. خب پس این نکته هم از اون نکته‌های انحرافی است که باعث شده خیلی اصلا کلا قلم بزنن، بگن آخه یعنی چی من از پیامبر رو اسوه خودم قرار بدم؟ پیامبر باید ابوذر اسوه خودش قرار بده، باید سلمان اسوه خودش. من کجا؟ پیامبر کجا؟ نه، این کاملا برخلاف دستور قرآنه که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. منتها اونجا قید داره، لمن کان یرجو الله، کسانی که خدا خواهن، خدا پرستن، ولی یوم الاخر، اعتقاد به آخر دارن، و ذکر الله کثیرا، و خدا رو زیاد یاد میکنن. این یه معنی داره. اونم اینه که کسانی دوست میدارن پیامبر رو اسوه خودشون قرار بدن که هم سنخ شده باشن. چون خدا رحمت کنه آیت بهجت فرمود این جمله اگر شما یاد بگیرید برای همیشه‌تون بس، که اون وقتی که با خدا رو یاد میکنید خدا همنشین شماست. ایشون تأکید داره، میگه همین بسه که تو وقتی یاد خدا هستی خدا همنشین توه. انا جلیس من ذکرنی، من هم نشین کسی هستم که به یاد من باشه. خب یه چنین کسانی پیامبر رو دوست میدارن و دوست میدارن مثل پیامبر باشه.
یه چیزی من تو ذهنم میاد، ببینید اشتباهه. نمیدونم، احساس میکنم اینایی که این حرفو میزنن یه جاش درسته، کلیتش نه، دارین تبیین میفرمایید، منم قانع شدم، ولی یه جاش این که منم یه جا توی عرضم عرض کردم که اینا میگن پیامبر دست نیافتنیه. به نظرم پیامبر دست نیافتنی هست. ما خود پیامبر نمیتونیم بشیم، واقعا هیچ کس نتونسته و نخواهد شد، خب ولی میتونیم به اون نزدیک شیم دیگه. هر کس بر حسب ظرفیت و تلاشی که میکنه در مسیر خودسازی و رسیدن به اون الگویی که قرآن معرفی کرده، هر چی نزدیکتر بهتر. من یاد یه جمله از حضرت آقا افتادم در وصف امام خمینی. ایشون فرمودن امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در عصر حاضر به همگان ثابت کرد که میتوان به مرزهای عصمت نزدیک شد. اینه داستان. آره، نکته در من درسته. باز اینجا یه خلطی داره صورت میگیره برای مردم، برای ماها، با اون که پس ما چون نمیتوانیم مثل پیامبر بشیم پس دیگه رها کنیم. الان شما اسوه الگوهایی که الان بین جوانهای دنیا وجود داره، مگر هر کسی که به یک کسی علاقه داره عین اون میشه؟ نه، مگه مثل اون میشه؟ خب نمیشه که. یه بازیگر، یه خواننده هست، یه فوتبالیست هست، تو پیش اون نمیشی که. خیلی تلاش میکنه که شبیه اون بشه، روشش، رفتارش، گفتارش، افکارش، عقایدش مثل اون کنه، مثل اون کنه، نزدیک به اون کنه. و ما اتفاقا در قرآن یک بحث تقوای اتقوا الله حق تقاته داریم، یک اتقوا الله ما استطعتم داریم. حق تقاته مال ما نیست. یعنی چه مال ما نیست؟ یعنی ما نمیتونیم واقعا به اوج تقوایی که اهل بیت اسمت و طهارت و پیامبر عظیمشان رسیدن برسیم. درست نمیدونیم و وظیفه هم نداریم، چون ما چنین ظرفیتی نداریم. ولی میتوانیم به مستطعتم که برسیم. آره. یعنی به اون اندازه که استطاعت داری با تقوا باش. مثلا سلمان و مقداد و ابوذر رو دیگه میتونیم بشیم. مثل اینا که دیگه زیاد میتونه، یعنی معصوم نبودن. دیگه معصوم که نبودن. بس اون نکته که فرمودی به نظر نکته مهمیه. ما یکی از درس هایی که از قرآن میگیریم جلسه حداقل این باشه که ما کلی نگر، مبهم نگر نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت و پیامبر عظیم‌الشأن نباشیم. کلی نگر و مبهم نگر نباشیم، بلکه جزئی نگر باشیم. یعنی شفاف رفتار پیامبر و گفتار پیامبر را تو ذهن خودمون مجسم کنیم. خب این اینجا نگه داریم. ما باید کلی نگر و مبهم نگر نسبت به پیامبر و اهل بیت نباشیم، بلکه جزئی نگر باشیم و شفاف زندگی اونها رو مورد کنکاش قرار بتونیم اونها رو الگو قرار بدیم. خب این از اینجا به بعد و توضیحات بیشترش باشه برای شما بعد از فرصت که دوستانم میگیم. با اجازهتون بفرمایید. خواهش اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما نباید به صورت کلی و مبهم و تخیلی نسبت به اهل بیت در واقع نگاه بکنیم، بلکه اونها رو باید خیلی شفاف، جز نگر و در واقع با کنکاشی که در روش زندگیشون، در کلامشون انجام میدیم، اونها رو بررسی بکنیم و جستجو بکنیم تا بتونیم الگوی خودمون قرار بدیم در زندگی. این آخرین فرمایش استاد ملکی بود اگه اشتباه نکنم. به نظر میاد تدبیر خود خدا بوده، چون خاتم پیامبران بوده. باید شفاف دیگه این آخرین فرستادنشون رو. به همین دلیل که دیگه چون پیامبر دیگری نخواهد آمد، دیگه باید هم پیامبر قابل تحریف نباشد و هم معجزه‌اش قابل محو یا قابل تحریف نباشد. قرآن قابل تحریف اساس الفاظ دیگه نیست. اساس تفسیر هر کسی ممکنه به ظن خودش یه چیزی بنویسه نسبت بده، اما قرآن همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شده. یعنی این همانی و آن همینی، این شکی درش نیست. اگرچه خیلی دارن صهیونیست‌ها و دیگران تلاش میکنن که این قرآن رو مخدوش کنن، پارش میکنن، آتیشش میزنن، فلان میکنن، ولی این پرفروغ‌تر میشه. لذا ما به خاطر اینکه پیامبر خاتم است و همه چیزش روشن، پدرش، مادرش، محل تولدش و روز رحلتش همش روشن، فرزندانش، نامش، از زهرا سلام الله همش، اهل بیت فرزندانش. خب حالا این پیامبر به این روشنی، به این شفافی که با این که باز دشمنان
منع حدیث کردن که احادیث پیامبر نقل نشه، بعد بهانه کردن که چون اگر احادیث پیامبر ثبت بشه و نقل بشه اون وقت با قرآن خلط میشه، پس ما به خاطر عظمت قرآن ما نگذاریم کلمات پیامبر نقل بشه، ولی با این وجود کلام پیامبر نقل شد، ثبت شد، الان در اختیار همه ماها هست. بنابراین این که قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، این الان قابلیت اسوه بودن نه الان، از روز اول داشته، الان داره تا آخر هم خواهد داشت. همونجور که قرآن معجزه جاویده و پاسخگوی نیاز همه بشره، رفتار پیامبر و قول پیامبر که تبیین قرآن اون نیست پاسخگوی نیاز امروز بشر و فردای بشره. و این بزرگترین خسارتی که بشر از این منبع لایزال الهی و منبع نورانی الهی استفاده نمیکنه و دنبال اسمها و مکتبهای انحرافی و اون عرفانهای نوظهور و چه میره. همه عرفان در پیامبره، همه جهاد در پیامبره، همه انفاق در پیامبره و کسانی که پیامبر اونها رو تایید کرده، مهر زده، روایت متواتر ازش وارد شد که انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی که اینا لن یفترقا حتی یرد علیه حوض، این از هم جدا نیستن. یعنی قرآن از علی جدا نیست، علیون مع الحق و الحق مع علیین، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. این همش روایت های صحیح است که فریقین نقل کردن. خب پس بنابراین ما تو این چند جلسه دنبال این هستیم که یه مقدار ذهنمون رو نسبت به پیامبر که پیامبر اسوه است و بشر باید تأسی کنه به او، باید تأسی کنه. حالا شما فهمید که خب شما میگید باید، از کجا میگید؟ خب میگم قرآن میگه دیگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی به شما دارم میگم او رو اسوه قرار بدید، نه کسی دیگر، و کسی که او اونها رو اسوه قرار داده مثل اهل بیت اسمت و تعالی. که آیه دیگه داریم که اونم باز سند بر این که باید. اینم نکته، حالا آیه دیگر فراموش نفرمایید که باید، اینم نکته قابل توجهی که خود اهل بیت هم او رو الگو و اسوه خودش رو الگوی همه اهل بیت پیامبر عظیم‌الشأن. فرمودن وقتی که آتش جنگ خیلی گر میگرفت ما به پیامبر پناه میبردیم. تعبیر حضرت در نهج البلاغه اینه که انا عبد من عبید محمد. الله اکبر، صلی الله علی محمد. عبد در اینجا به معنی غلام، یعنی شاگرد، غلامی از غلامانه. حالا پیامبر جایگاهش کجاست؟ یا در خطبه قاصعه حضرت فرمود که اشاره شما کردید که شاید پیامبر مورد پرورش خداوند قرار بگیره، نه شاید، حتما. اونجا مطرح میکنه که پیامبر عظیم‌الشأن از اول تحت تربیت یک ملک و یک فرشته بود. هر چرا که اون ملک از طرف خدای سبحان به پیامبر میآموخت، پیامبر نیز او را به من میآموخت. تا جایی که پیامبر رسید به اون 40 سالگی و وحی را تلقی کرد. اون وقتی که وحی بر پیامبر عظیم‌الشأن نازل شد، من صدای ناله شیطان رو شنیدم. عرض کردم یا رسول الله این چه صدایی بود؟ چرا شیطان ناله کرد؟ حضرت من به خاطر اینکه وحی نازل شد. این وحی انسانها رو دستگیری میکنه، هدایت میکنه. شیطان از این قصه از عصبانیت نعره کشید. این نعره شیطانه برای اینکه دست بشر توسط پیامبر دستش تو دست خدا قرار گرفت، یعنی مورد سخنرانی خدای سبحان قرار گرفت. لذا قرآن سخنرانی خدا درباره انسانه. شما آیه پیدا نمی‌کنید که این یا مستقیم یا غیر مستقیم درباره انسان. اگر از خلقت میگه، اگر آسمان ها میگه، از زمین میگه، اگر از خلقت موجودات میگه، همه اینها رو به انسان داره میگه تا انسان رو متوجه این بکنه که چه موجوده، چه اشرف موجوداته، چه اشرف مخلوقاته، جایگاه خودش رو بدون. به خداوند داره جایگاه انسان رو به انسان نشان میده. بعدم فرمود لقد کرمنا بنی آدم، هر چی خلق کرد این تبریک رو به خودش نگفت تبارک الله فتبارک الله احسن الخالقین رو وقتی میگه که انسان رو خلق میکنه. یه آیه رو می‌خواستیم بفهمید که باز همونجا خدا میگه باید. بله اون آیه هم اینه که خیلی این آیه باید رو پررنگ کرد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این کسانی که ایمان به خدا و پیامبر دارید،
اونایی که ایمان ندارن خب معلومه که به دستور خدا عمل نمی‌کنن. ای کسانی که ایمان آوردید که خدا هست، این جهان صاحبی دارد به نام خدا. ای کسانی که ایمان به این دارید و ایمان به رسول خدا دارید، هر چی که خدا و رسولش گفت استجابت کنید. چرا؟ چون درخواست اونها، دعوت اونها مایه حیات شماست. که راجع به این من بیشتر توضیح. خیلی ممنونم استاد ملکی عزیز. وقت برنامه ما تموم شد ظاهرا که دوستان اشاره میکنن. انشاءالله حالا باز تبیین بیشتر این آیه رو میتونیم موکول کنیم به هفته آینده به شرط توفیق و حیات. خیلی استفاده کردیم. اوامر ندارین؟ تماس دعا. اجرتون با است، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. خدا کنه که آقا رسول الله رو از خودمون تونسته باشیم راضی بکنیم با این برنامه که درباره ایشان صحبت کردیم. به نگاه پرمهر امامزاده موسی مبرقع، 40 اختر فروزان آسمان ولایت و امامزاده زید که از فرزندان امام چهارم هستن که همه اینجا هستن، این برنامه برپا شد. شاید که به دل این عزیزان هم نشسته باشه برنامه. التماس دعا از شما، مراقب خودتون باشین. یا حق خدا.